صبح خیر. خب ما با صدای باگیا بیدار شدیم از خواب. اینجا اومده بودن بازی کنن تو رملا. سپاه دیگه کلاپاشون همه سپاه بود، شخصی نبود. همون سفر مرداد هم بود شخصیه بود. نه جمع میشه ولی on the surface I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa. خیلی مستقیمی میدونی، خیلی یه روستایی بوده، یه دونه چشمه داشته و این چشمه بعد حالا این واسه زمان مثلا قبل زمان شاه این چشمه خوش میشه. کم کم مردم روستا شروع میکنن به مهاجرت کردن و دیگه میبینن که کم کم باید روستا متروکه باشه دیگه، روستا رو تخلیه بکنن. یه آقایی بود به نام یوسف میاد میگه که من میرم از آبادی بغل از اون چشمه‌ای که همچنان فعاله با پسر خودم یه جوی آب از اون چشمه میکشم تا خود روستایی. مثلا میگن نه آقا این همه راه شدنی نیست، چند سال میخوای تو کار بکنی. خلاصه عزمش رو جزم میکنه، نهر آبی رو ایجاد میکنه و آب میرسونه به روستا و با رسیدن آب به روستا دوباره آباد میشه. اینقدر این آدم اونجا بزرگ میشه چون اسمش یوسف بوده و حالا توی مثلا مذهبی ها اعتقاد دارن که یوسف پیامبر مثلا میاد باعث میشه که اون مصر آباد بشه و اون اتفاقا بیفته. اسم این شهر رو میزنن مصر. But I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything. چهره خسته منو میبینید. ما رسیدیم محل کمپمون. واقعا قشنگه مصر، خیلی، مخصوصا این غروبش. بالاخره بعضی چیزا رو باید یاد بگیری دیگه محمد، نمیشه که همه چیو که خودت بلد نیستی. تشویق کردیمش دیگه، نگو چیزش که نگردیم. خدای خیلی باحال واقعا چه هوایی، هواش که خیلی خوبه واقعا. کورسی کنیم بازی کنیم. آره. اینجا ما کرسی درست کردیم. بده بالا زیر کرسی رو ببینیم مسعود. کرسیه اون زیر. دستگاه کرسی هم نشون بده. آره این دستگاه کرسیمون هم اینجاست. بخاری کازویی. این دیگه بودی که واره.
صبح بخیر. خب ما با صدای باگیا بیدار شدیم از خواب. اینجا اومده بودم بازی کنن تو رملا و نمیدونم، فکر کنم شاید برم تست کنم ببینم چه جوریه اگه فرصت بشه. راست میگه؟ تخم‌مرغ شکسته بود میگم. اون گاز چیزم هست. وای تو سرت دیگه پایه نمیتونی صفر کنی. اونو که من صفر کرده بودم. اونو کار درست نتونستی بکنی. واقعا ریدی. بفرمایید خوش آمدید. خود مشخص بود دیگه. اون شورت ویدیویی که راجب تست کرال کنترل گذاشته بودم و دیدید، اینجا داشتیم همون ویدیو رو درست میکردیم. رفم کرده درجا میزنه. اما یه فرقی داره. جناب امید میخواد بگه فرقش چیه جناب امید؟ این توییتر چی داره؟ کرال کنترل داره. بریم ببینیم از این میزان الان یه زنبگی چقدر در بیاد ماشینات و غیر حالت کرال. ظرفا رو شستیم. شیر باید بخواد چیلنگ هم باید بردیم. اون چیلنگ اون زیره. اینه چی میگی آقا؟ این سری رفتیم تا آبشارخور رفتیم. بفرمایید. اوه دستت نسوزه. دیدم میپرده اینجوری. سرگرمی های آقایان را مشاهده میکنید. اون یکی سرگرمیشونم که از اونجا مشاهده میکنید گیر کرده اونجا، حالا خدا میدونه چه بله سرش. اینو میزم جیبم محمد. ماهی با سیر ترشی. های چی گفت؟ نفهمیدم. من گفته بودم این باید ادامه‌شو میسازم. آره دیگه های نگو اصلا این هایپو نگو. های حسن چی میگی ها؟ خفه شو همینو گفت. حس میکنم با پارا المپیک بازی های بازی عاقبت خوشی نداره. بازی با تغییری جمله بزن.
به خدا اگه تگری بزنم من ساعت 1 شب کم این شکل. من الان صبحونه رو که میل فرموده یه میخواد چیکار کنی بعدش؟ من همش تو فکر کل محتوام هیم ببین سفر بهم داره میچسبه تنبلی میکنم. حالا من پکیج برات در نظر دارم. شما امروز ماشین رو درست میکنی؟ آشتو رو؟ آه خب کامل تایم کامل فردا میتونیم. ببین منو الکی میگه امروز میخوایم لازانیا درست کنیم بگیریم. میگیرم. نه امروز نهار رو میگیرم. لازانیا بابا ماشین رو میخوام. خب الان برو. تا حالا دیدی من نبا تو چند بار بخورم. من همیشه کنارش یه چیزی میخورم. خب الان چای چیکار کردی؟ هیچی یه چای جدید ریختم. به من گفت میخوام نیلوفر چاق کنم ادامه شاید دست بده. کچ چه حالی میده نه اینا محمد این مس نیست عزیزم این آلومینیوم. اینجا امید به همون گفت از این موشای دمروباهی دیده. ما هم رفتیم دنبالش که ببینیم ولی موشی در کار نبود. ما ندیدیم. در عوضش یه نیزار خیلی قشنگ اونجا دیدیم. البته کویر آبش هم شوره. حتی آدم تشنه داشت نمیتونه بخوره. بریم با هم دیگه یه لازانیای خوشمزه برای ناهارمون درست کنیم. مثلا
زدیم، چای خوردیم، بچه ها دارن قلیون میکشن. هوا خیلی خوبه الان، یه غروب زیبا. دوتا دیگه هم بردار. نوبت منه، میخوام بیام. ولی که از همینجا شروع میشه بچه ها. بیا حالا عاملی از هم گسستن خانواده ها. اوه حالا مساوی میشن. خانومو داریم. خانوما شب آخر. نحوه نظافت شما شده کردی. لول میکنیم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. با من همراه بمونید که کلی سفر دیگه در پیشه.